مرزهای ویروس کرونا را نابود می کند. اولین قاتل کرونا ویروس هوای گرم است. دومین دشمن کرونا ویروس لیمو است. سوم کیله. چهارم نارنج، مالتا، پرتقال است. و پنجم هم داروهای مانند کلروکین، پاراستامول و آنتیبیوتیک ها می باشد. اگر می خواهید به این ویروس خطرناک گرفتار نشوید، در کنار مراعات کردن توصیه های پزشکی مانند شستن دست ها و دوری از تجمعات، کوشش کنید ویتامین C و ویتامین D بدنتان کامل باشد تا سیستم ایمنی بدنتان در برابر ویروس ها بتواند به خوبی مقابله کرده و ویروس را در همان لحظه ورود به بدنتان نابود کند. برای بلند بردن سیستم ایمنی بدن تا می توانید از کیله، لیمو، مالتا، پرتقال و نارنج بیشتر استفاده نمایید. همچنان در هنگام گرفتاری چند قطره آب لیمو و نمک را در داخل آب گرم حل نموده غرغره کنید. نتیجه تحقیقات نشان داده که بی‌ضررترین دارو برای درمان کرونا ویروس پاراستامول بوده. هرچند برای بعضی از بیماران در فرانسه، امریکا و چین داروی کلروکین که برای درمان ملاریا استفاده میشد را همراه با ترکیب آنتیبیوتیک ها نیز خورانده اند که نتیجه مثبت به همراه داشته است. ولی چون داروی کلروکین بدون توصیه پزشک کشنده، خطرناک و مسموم کننده است، بنابراین پاراستامول برای بیماران خفیف نتیجه بهتری داشته است. اما درمان ساده کرونا ویروس بدون دارو. اگر کرونا گرفتیم باید چیکار کنیم؟ اولا به بیمارستان نروید، حتی برای تست. فرض کنید تست مثبت است، شفاخانه می روید و درمان شروع می شود، زیرا امکان آن می رود که کنترل از دست طبابت خارج شود یا خود شفاخانه ها آلوده به ویروس شود. 2 ماه پیش مردم فکر می کردند در چین مرض آمده. امروز در کشور سبا در پس کوچه و در خانه های ما خواهد آمد. ما طریقه را می گوییم تا سالها با این مرض مبارزه کنید، زیرا ویروس دوا ندارد. فقط مبارزه شما ویروس را نمیگذارد فعالیت کند. شما اولا در یک اتاق کسی اجازه نداشته باشد داخل شوید، قرنطین کنید. خودتان را قرنطین کنید. با دستکش جدید هر بار بپوشید و به اشیاء خانه دست بزنید و ماسک بپوشید تا به فامیل سرایت نکند و شروع به مبارزه کنید. درمان اساساً بر اساس نقطه ضعف ویروس صورت میگیرد که در کتاب میکروب شناسی جاوتس به این نقطه ضعف ویروس ها اشاره شده است که اساساً درمان اکثریت بیماری های ویروسی مربوط به غذا که میخوریم و تداوی سنتی که ما مینماییم می باشد. اکثر ویروس ها در 56 درجه سانتیگراد از بین می رود. این را باید داشته باشیم. در هنگام بیماری چرا تب می کنیم؟ دلیل آن این است که آنتیبادی های انسان محیط رشد باکتری و ویروس ها و سایر عوامل بیماریزا را محدود کرده و به کمک سیستم ایمنی بدن آن را از بین میبرد. پس بجز از نوزادان و کودکان که تب بالا برایشان خطر دارد و نیز افراد سالخورده که بیماری قلبی و زمینه‌ای دارند، لطفاً از مسکن و انواع تابلت های سرکوب کننده های ایمنی بدن استفاده نکنید تا بدن بتواند با میکروب ها مقابله کند. اگر بتوان به طور مصنوی و موضعی حرارت بدن، مثلا دستگاه تنفسی را بالا برد، به سرعت بیماری کنترل می شود. مراحل درمان عملی که ویروس کرونا را از بین می برد ذیلاً برای شما تشریح می شود. 1. با اولین احساس سوزش در گلو باید مانع تکثیر ویروس شد. باید به بدن کمک کنیم تا خیلی زودتر درمان شویم. اما چگونه؟ با مقدار آب نمک داغ غرغره کنید و با بلند کردن سر بسته به تحمل شخص آب نمک را در گلو نگه دارید تا داغی آن اثر کند. حدوداً 1 دقیقه با انجام این کار تا 2 ساعت و یا بیشتر از سوزش گلو خلاص می شوید و با ادامه همین غرغره داغ 3 بار در روز فاتحه ویروس در روز اول خوانده می شود. 2. اگر سوزش ادامه پیدا کرد، علاوه بر غرغره 1 پلت سیر را در دهان گذاشته و بدون خوردن آن را زیر دندانها بگیرید تا السین موجود در آن آزاد شود و بخارش به مجرای تنفسی و ششها برسد که به دلیل خواص ضد باکتریایی اش که دارد می تواند انواع میکروب های گلودرد را از بین ببرد. نفس را 10 ثانیه نگه دارید تا مسیر عفونت را پاکسازی کند. با اطمینان 80% درمان می شوید. 3. اگر عفونت ادامه یافت و سرفه شروع شد، این بار باید
بخار آب داغ که حرارت 100 درجه داشته باشد صورت گیرد، به طوری که حتما بخار آب داغ به مجرای تنفسی و ششها برسد. با اطمینان 90% 3 بار بخار آب داغ در روز اول و دوم ویروس را ریشه‌کن خواهد کرد. بخار آب 100 درجه گرم تا ششها برسد 80 درجه می شود. 4. اگر بیمار شدید بود و کسی مراحل قبل را انجام نداده باشد و بیمار شود، علاوه بر انجام مراحل سیگانه که قبلا یادآور شدم، مرحله بعدی را نیز انجام دهد. یک قاشق آب لیموی ترش تازه را با یک قاشق عسل مخلوط کرده و بخورید که قوی ترین و مهمترین آنتیبیوتیک برای درمان انواع ویروس ها است. چای کمرنگ داغ و سوپ‌های داغ محلی برای سرعت دادن به روند بهبود مؤثر هستند. مرطوب کردن هوای اتاق با گذاشتن کاسه آب روی بخاری و یا اجاق عوامل مهم در کاهش بیماری های تنفسی است. بخار سونا به خصوص نوع مرطوبش غوغا برپا می کند. تزریق انواع سرکوب کننده های ایمنی بدن مثل کورتیزون، هیدروکتیزون، دگزاماتوزون، بتاماتوزون و سایر تابلت ها ممنوع می باشد و خطر مرگ را به دنبال دارد. با اطمینان کامل 99% با انجام 4 مرحله که قبلا یادآور شدم، نوع ویروس تنفسی مثل کرونا نابود می شود و در روز اول بر آن غلبه خواهید کرد. بیمارستان نروید، عامل مرگ آنجا است و بینی بند زیاد مصرف می کنند و مواد شوینده که اینها سردی زیاد می آورد برای ششها بسیار مضر است. مگر اینکه خودتان بیماری دیگر داشته باشید مانند قلبی، بیماری های شش و عروقی و با دچار شدن به ویروس کرونا نیاز به مراقبت های خاص داشته باشید. ویروس کرونا قبل از اینکه به شش برسد و شروع به فعالیت کند به مدت تقریبا 4 روز در گلو می ماند و ایجاد سرفه و گلودرد می کند. در این زمان به محض شروع سرفه یا گلودرد اگر آب داغ زیاد نوشیده شود و همچنین غرغره با کم نمک و سرکه می توان از ورود این ویروس بر ریه‌ها جلوگیری کرد و ویروس را از بین برد. لطفاً برای نجات جان عزیزانتان و دوستانتان تا می توانید این ویدیو را به اشتراک بگذارید. تشکر و سپاس فراوان از توجهتان به خاطر تماشای این ویدیو. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مسئول خرید املاک بانک رفاه کارگران بودم، در اصفهان بودم که خبر دادن دختر شما بیمار شده، شدیداً تب و لرز کرده و به بیمارستان دکتر علی شریعتی بردیم. من مستقیما از اصفهان به تهران آمدم و به بیمارستان رفتم. دکتر او وقتی مرا دید گفت این دختر شماست؟ گفتم بله. گفت این به دلیل این عفونت هایی که در بدن ایجاد شده قطعا تا فردا میمیرد. برو وضعیت خودتو درست کن، دست و پای خودتو جمع کن. من خیلی ناراحت شدم و رفتم بانک، وسایل بانک رو گذاشتم و برگشتم. آمدم تقریبا ساعت 3 بود. آمدم چهارراه انقلاب، اونجا یک میوه فروشی بود. قبلا شنیده بودم و در کتاب پزشک خانوادگی دکتر اسماعیل اژدری خونده بودم که ایشان در اون کتاب نوشته بود لیمو ترش سنگی 70 درد را درمان می کند و اینطور فکر من بود. خلاصه در چهارراه انقلاب که رسیدم از یه میوه فروشی 1.5 کیلو لیمو ترش سنگی خریدم به اضافه 1 آب لیموگیری و رفتم بیمارستان. و دیدم دخترم فوق العاده بدحاله. فوراً شروع کردم آبگیری کردن و 2 لیوان پر آب لیموی سنگی شد و این را دخترم خوراندم. یه جا خورد. و دکتر آمد و گفت ساعت ملاقات تموم شده و برفت و من رفتم. صبح زود آمدم. وقتی آمدم بیمارستان دیدم دخترم سالم نشسته و میخند.
دختر کوچکم به من گفت بابا نمیدونی دیشب اینجا چه خبر بود؟ گفتم چه خبر بود؟ گفت که شما که رفتید دکتر زنگ زد به وزارت بهداشت، بیش از 20 دکتر متخصص آمدن اینجا و این دخترم را مرتب بردن به آزمایشگاه تا صبح 10 بار به آزمایشگاه بردن که بفهمن چرا خوب شد، که بفهمن چه بوده، ولی که نفهمیدن. شما هم نگفتین؟ و من بعدن گفتم و بعد من آمدم به دکتر گفتم آقا این چه حرفی بود که به من گفتی؟ اگه به مادرش گفته بودم که حتما سکته میکرد. گفت یه جمله جواب تو میدم، جواب دیگری ندارم. هر چی بود کیلویی آمد کیلویی آمد. گفتم نه آقای دکتر، من 2 لیوان آب لیموی سنگی به این بچه خوراندم که باعث شد که تبش قطع شد. اون دکتر اسماعیل اژدری درست گفته که این آب لیمو 70 درد و درمان میکنه. بعد خلاصه دیگه کجا اینو تجربه کردی؟ آره. و بعد هر کسی را که بعداً یا زخمشو با آب لیمو سنگی شستشو دادم، بله، و با روشم یه مقدار عسل رو زخم کشیدم، درمان شد. و هر کس تب و لرزی از وبا، آنفلانزا، کرونا و هر بیماری دیگری که ایجاد عفونت در بدن میکنه خوراندم، اون 1 ساعته درمان شد. و من به تمام ملت عزیزمون میگویم که اگر شما هم هر کس از شما بیمار شد، تب عفونی گرفت و افتاد، شما میتوانید که با آب لیموی سنگی 1.5 کیلو بگیرید و آبگیری کنید و آب او را به خورد بیمارتون بدهید. یک جا به خورد بیمار بدهید. نه، 1 جا باید بخورید و فوری هم بدید، چون ویتامین C داره. ویتامین C در مقابل حرارت فراره. برای که ویتامین Cش از بین نره، شما حتما فوری خورد بیمار بدید، یه دفعه سر بکشه. شما مطمئن باشید ضعف نمیاره بعد. نه خیر، ضعف نمیاره. حالا اگر ضعف هم شد، شما میدونید 1 قاشق عسل به او بخورانید که ضعف ایجاد نکنه. مطمئن باشید در کمتر از 1 ساعت همه این تب و لرز و اینا قطع میشه و بیمار سالم میشه و میتوانید بیمار رو به خونه ببرید. بنابراین شما خیالتون راحت باشه. بنده حدود 40 ساله با این فلسفه هیچ وقت بیمار نشدم و نگذاشتم بچه هم بیمار بشه و اگر عفونتی شد فوراً به این ترتیب او رو درمان کردم. شما همیشه سالم باشه. سلامت باشید. خدا